من قربان سرنسو کاتب اول کمیته شهر پنجکент حزب کمونیستی تاجیکستان می باشم. کمیته شهر پنجکent حزب کمونیست برای گذراندن کنفرانسی 38 نوبتی در پنجکent چهاره‌های همطرف در آماده شده ایستاده‌ام. من از کمونیستان شهر پنجکent احترامانه خواهش میکنم که برای گذراندن کنفرانسی به تالار خردی پای فرهنگ سانه 5 ایونی سال جاری ساعت 10 حاضر شوم. در تشکیلات حزبی ما 1200 نفر کمونیستان نامنویس کرده شدند که اکثر آنها در جماعت ها، در محله ها، در کارخانه ها خدمت کرده ایستاده‌اند. فعالیت کار حزب در مدت از سال 2017 تا 2021 خیلی به پیش رفته ایستاده است و من باوری دارم که کار حزب با دستگیری کمونیستان متین اراده به پیش می رود. ما در عرصه 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان کنفرانسی 38 خود را برپا نموده ایستاده ایم که این آن را نشان می‌دهد که در جامعه حزب کمونیست هم یک مقام خاصی خود را دارد. امروز برای پیش بردن کار کنفرانسی 100 نفر وکیلان انتخاب کرده شده‌اند. ما کمونیستان کوشش می‌نماییم که برای پیشواز گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان کنفرانسی خود را در سطح بلند گذرانیده برای پیشرفت جامعه، برای آبادانی و گلزار نمودن شهر خود حصه ارزنده خود را گذاریم.